بیادر خدمت تا عرض کنم که امی گپ به شف نمیشه. ما براتان میگم که شما با بچه فلانی چه کار میکنی؟ رهبر جبهتان اینمی آقای احمد مسعود دینمی وضعیت گوشی صدای من بشنون، گوشی آیفون مکس 13 میخره و بسم الله محمدی توفه میده. بسم الله محمدی بونمو کشفشش کردت تلفن از دفتر جبهه میگیره. یک تا دیگهش هم میخواین در تاجیکستان خانه میگیرن برش، 4 تا مستخدم هم برش میگیرن. تو دیگه چی میکنی شما؟ او از چشمه خط است بیادر. این نمیدیم چشمه نیمی او خط است. امی سر سوزن ما باور ندارم کدام مدیریت باشه. این من میال خمد نور آقا را کشتن، جسدش نمیمونن در وطن خودش. ما نه کدام زبان گویا واضح به جامعه جهانی داریم که بگوییم ما جامعه جهانی. ما را میکشن. نه در میدان درست جنگ کرده میتونه، کل تمام امکانات هم در یک جای تمرکز شده. ولی وقتی دیدار برگزار میشه، دیدار که رئیس جمهور تاجیکستان آقای احمد مسعود میره همراه بریاله خان و همراه بسم الله خان، نه آقای احمد مسعود میره همراه مامایش همراه کاکایش. خب مثلث تمرکزگرایی اشرف غنی با مثلث تمرکزگرایی احمد مسعود تفاوتش چیست؟ که با ساخت این گپ زدیم یخن خود ما رو میگیریم. و بعد این آدم باید کتیش رو کراست با زبان واضح گپ بزنه مردم که بریم تو چی میکنی؟ او احمد شاه مسعود بود. او یک جای اگر من بشنون پیسه بین آمریکا و تاجیکستان گم است. قسم به ذات خداست که میال خیشای درجه یکش این میال اونمو جمشیدش با مو قرآن از این پول جبه از این در لندن هتل ساخته. میفهمی؟ با والله بالله نیماش خانه سعودی دارن. او برادر از این مردم از این آدم قدیس نسازیم. این آدم نه هنر جنگ داشته، نه هنر دفاع داره، نه هنر جلب و جذب داره، نه هنر قانی ساختن جامعه جهانی داره، نه هنر گپ زدن روشن داره که بگوید